maydon tark qilib مخلص سومانی به خزینه نوروزی وارد کردن در حالتی که خورشید پهلوان گوشتیک میگیرد. همین از طرف سوق محمد عزیزов ریم پهلوان تقدیم کرده شد. سوق محمد عزیزов رحمت برای همت والایتان. پهلوان 50 سومانی پول پهلوان تایید. با لباس ورزشی سیاه پهلوان از خواجگی زرافشان حریفشان هم از خواجگی زرافشان. هر دی پهلوان جوان هستند و هر دی پهلوان برای کشتیگیری بود پهلوان ها یک سریز خارجی. حکمی داور است. اکا عبدالنبی چیکی که شما گوید همون پهلوان ها هر دوشون هم پهلوان جوان هم به فکرم همسیف هم رمز دوستی یک کشتی میگیرم. رحمت برای پهلوان. همین دستی آخران اکا عبدالنبی هر پهلوان. میدان گوید اون باز رام شد کردن که گوشتینگ توجیگر مان میکنیم. بعد پهلوان والیبال از طرف چپ داور پهلوان خورشید پهلوان از صاحب میدان حریف اون کس اکا عبدالنبی حریف اون کس از خواجگی سامانیان بعد پهلوان برای گوشتینگیری برد پهلوان ها 150 سامانی زم در حساب عزیز سوق محمد. بولای توفیق عزیز سوق محمد یک سریز خارجی از حساب خزینه نوروزی و هر پهلوان برای گوشتیگیری. گوشتیگی کمربندی مهمان از به فکرم از منطقه سیم آماده گوشتیگیری هستند. حریف خود را انتظارند. مرحمت. از میدان بیرون پرتوید حسابیده نمیشه. بارها آگاه کردیم و گفت داور گوش اندازید. پهلوان ها التماس دو نفر وارد میدان شوید. الو احسن برای گوشتینگی زیبات. پهلوان احسن از طرف راست داور با لباس ورزشی سیاه از حاجی امیرف حریف اون کس از منطقه سیم و هر پهلوان برای گوشتیگیری برد پهلوان ها یک سرویس خارجی. الو پهلوان از منطقه سیم غالب آمدن. مرحمت توفیق را گیرید. همین گوشتیگی تاجیکی من میکنیم در حال هست.
بعد از همین دست دوباره میدان عوض کرده میشوند. داوری رو به ذمه میگیرند امینов ملک رحمت. داور پهلوانا رو معرفی کنید. از طرف چپ داور با لباس ورزشی سفید پهلوانی شناخته از دهه پلدارک میشن. حریف آن کس از منطقه سیوم و حد پهلوان برای گشتنگیری برد پهلوانا 200 سامانه. در مرکز میدان خوب آزمایی کنید التماس. الو دوباره به ذمه میگیرند امینov ملک رحمت. اکا عبدالنبی دم گیرید. رحمت برای خدمتو. حریف نوبتی پهلوان معرفی کنید امینov. از طرف چپ داور پهلوان با لباس ورزشی کبود از فاتح آباد. حریف اون کس از دهه پلدارک. به هر دی پهلوان برای گشتنگیری برد پهلوان‌ها یک سریز خارجی. پهلوان لباسی ورزشی سفید پوشیده هستند و همه ما شما معلوم است بسیار پهلوان شناخته آداب غنی دارند. احسن به چنین پهلوانایی که در دیار ما شما هستند. التماس به افراقه آمده و گفت داور گوش اندازید. پهلوانای وزنه پهلوانان به افراقه بده التماس. داور میدان با پهلوانان پیشگی آگاه کنید. در برداشته آزاد میزنه حسابیده میشود. حلق یا خودی پهلوان حرکت کرده به پشت افتر حسابیده نمیشود. التماس در مرکز میدان خوب آزمایی کنید. در حالتی که در بیرون از میدان میپرتید حسابیده نمیشود. پهلوان دولتov از طرف راست میدان واردی گشتنگیری شده ایستادند. ناگفته نماند که پهلوان دولت هم یکی از پهلوانای شناخته ناحیه می باشند. احسن که امروز قدردانی کرده به میدان ورزشی ما شما تشریف آوردند. حریف خود رو انتظارم. عبدالغفار پهلوان از طرف همکاراشون هم خیلی خواهش کرده شد که یک بار پهلوان بردشون بعد بالای خزینی نوروزی باز 100 سامانی دیگه همراه کرده شد. پهلوان عبدالغفار یکی از پهلوانای شناخته دیار می باشند. از طرف داور بعد پهلوان 1 دقیقه وقت جدا کرده شد. احسن برای آداب و اسلوب خوب گشتنگیریشون عبدالغفار برای گشتنگیری به شما دادند. پهلوان دولتov آماده گشتنگیری هستند. امینov در حالت گشتینگ کمربندی حریف ندارند. مرحمت گشتینگ تاجگی با لباس ورزشی سفید پهلوان از میدانچه کمسمال. حریف اون کس
Asfoqji Amirov. Bahar pahlavon baror گوشتگیری برد پهلوانای یک سرویس خارجی. رحمت برای پهلوانای خارجی همسایه که امروز در نوروزی ما و شما اشتراک کرده است. الان احسن برای گوشتگیری زیبای پهلوان. پهلوانای وزنه سبک. نواباد و حریفشان هم از همین ساله میدان. به هر پهلوان برای گوشتگیری برد پهلوان 50 سومانی. بعد از همین دست امینه گوشتگی تاجیکی وزنه موشان مرحمت. لیکن نباشند جوان پهلوان ها دم گیرند. خوشنو تو هم گرفته. حالا پهلوان ذکریه حریف خود را مغلوب نمودند. امینov